بچه‌ها چطورین این روزا که بازار استفاده از رتینول خیلی داغ شده؟ چند تا سوال از من پرسیدین، اومدم بهتون جواب بدم. اینکه آیا رتینول زدن باعث میشه که پوستمون خیلی لایه برداری بشه و بعد از یه مدت دچار سرطان پوست میشیم؟ ببینید زمانی که شما رو پوستتون از رتینول استفاده میکنین، لایه شاخی پوست یا به اصطلاح پزشکی بهش میگن کرنئوم، اون رو لایه برداری میکنه. کرنئوم چیه یا لایه شاخی پوست؟ من میخوام براتون خیلی باز کنم. پوست مرده روی صورتتون. اگه شما از سفیداب استفاده بکنین یا پوستتون رو با اسکراب لایه برداری بکنین یا از وسایل شیب صورت مثل تیغ و ژیلت هم استفاده بکنین، همون پوست مرده روی صورت رو برمیداره. پس رتینول این کار رو انجام میده، یعنی اونقدر پوستتون رو نازک نمیکنه. سوال دوم، آیا رتینول لایه بردار خیلی قویه؟ ببینید رتینول از مشتقات ویتامین آ یا همون ایه که یه آنتی اکسیدان خیلی قویه تقریبا، ولی نمیتونه بین پیوندهای مولکولی سلول ها وارد بشه و اونا رو از هم باز کنه، مثل AHA و BHA که همون آلفا هیدروکسی اسید میشه. ولی اگر شما دنبال یه لایه بردار خیلی قوی هستین، میتونین از سرم ها و ژل های آلفا هیدروکسی اسید که توی بازار به نام AHA داره عرضه میشه استفاده بکنین که درصد داره از 10% داره تا 30% که 10% و 5%ش قوی ترین ضعیف ترینه و هرچی درصد بالاتر میره قوی تر میشه. سوزش خیلی زیادی رو پوست ایجاد میکنه به خاطر اینکه به لایه های زیرین هم وارد میشه و لایه برداری میکنه. سوال بعدی که خیلی پرسیدین این که آیا رتینول با محصولات پوستی دیگه تداخل داره یا نه. ببینید شما به مدت 1 تا 2 بار در هفته زمانی که دارین از رتینول استفاده میکنین، میتونین از همین آلفا هیدروکسی اسید یا همون ژل های AHA هم استفاده بکنین، به خاطر اینکه خیلی اثر بیشتری رو پوستتون داره، چون رتینول خیلی ضعیف عمل میکنه، فقط همون لایه شاخی پوست رو از بین میبره، ولی AHA که استفاده میکنین نه، لایه زیرینش هم از بین میبره و حتما 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد از استفاده از رتینول از ضد آفتاب های SPF بالا مثل 60 یا 90 استفاده بکنین، چون در صورت استفاده از رتینول و آلفا هیدروکسی اسید به خاطر لایه برداری اگر نور آفتاب به پوستتون برسه باعث لک شدن، ککمک و مشکلات دیگه میشه. توی این مدت میتونین از آبرسان ها استفاده بکنین برای اینکه پوستتون دهیدرات نشه به هیچ وجه و تداخل نداره. بهتره زمان بدین، یه تایمی بدین بین استفاده از محصولات پوستی ولی تداخل خاصی نداره. دیگه همین. اگر سوالی بود توی کامنت از من بپرسین، حتما بهش جواب میدم. بعد از این مدت طولانی این پست رو براتون پر کردم و میدونم که خیلی به دردتون میخوره. حتما کامنت بذارین، خوشحال میشم. دوستتون دارم. خداحافظ.